توی ماینکرافت یه عالمه چیز میز هست که ما کاراییشو نمیدونیم، ولی ممکنه یه کارایی خفن داشته باشن، مثل ماینکارت فرنکسی. با نگاه اول 100% نمیدونید این به چه دردی میخوره و بهتون حق میدم. آیا میشه باهاش غذا پخت یا کلا فقط برای خوشگلیه؟ ولی هیچ کدوم از اینا نیست. چون شما میتونید وقتی که یه ریل خیلی بزرگ دارید و نمیتونید پاور ریل و اینا بسازید و وسایلشون ندارید، میتونید از ماینکارت فرنیسی استفاده کنید. الان بیشتر توضیح میدم. خب ببینید شما یه ریلی دارید که مثلا از خونتون کشیدید تا یه جایی، ولی خب پاور ریل و اینا ندارید. خب چون که طلا و ردستون میخواد و شاید تا الان اونا رو نتونستید خوب پیدا کنید. حالا فرض کنید میخوایم این ویلیجر رو جابجا کنیم. یه ماینکارت فرنیسی پشتش میذاریم و هر ور که میخوایم ویلیجرمون بره، مثلا اگه این وری میخوایم بره پشت ماینکارت وای میستیم و مثلا من میخوام مستقیم بره، پس پشتش وای میستم و یه کل میذارم تو ماینکارت فرنیسی و شروع میکنه به هول دادن ویلیجر. برای تعداد بالا هم خوبه ولی زیاد نه. اگه بازم آموزش میخوای سابسکرایب کن.